سلام به شنوندگان عزیز پادکست ایران. امروز با موضوع مهم آموزش مسائل جنسی به کودکان در خدمتتون هستیم. با توجه به سوالات بسیار زیادی که والدین در رابطه با کنجکاوی‌های طبیعی و غیر طبیعی فرزندشون در این مسئله روبرو هستند، با یک مشاور کودک این پادکست رو ضبط کردیم و در خدمتتون هستیم. در ادامه همراه ما باشید. سلام هم دکتر شوشتری عزیز، خیلی خوش آمدین. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. ممنون میشم برای بینندگان این پادکست خودتون یک معرفی کوتاه بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز. ممنونم از دعوت شما و مجموعه گرانقدرتون. من دکتر مژگان شوشتری هستم، دکترای روانشناسی کودک و نوجوان و در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از حضورتون. خانم دکتر، توی این پادکست ما میخوایم راجع به معضلات در واقع مسائل جنسی برای بچه‌های کوچیک توی بازه سنی 3 تا 13 سال با هم صحبت بکنیم. مواردی که در واقع ما توی مدرسه خیلی میبینیم و چالش والدین هست رو میخوایم از شما سوال بکنیم و بتونیم یک مقدار راهنماییشون کنیم توی این مورد که برخورد بهتر و در واقع برخورد خوبی توی اون زمینه ها داشته باشن و خود اون برخورد باعث نشه که بچه‌ها دچار مشکل و آسیب بشن در آینده. یک سری سوال ها رو که والدین برامون مطرح کردن میخوایم از شما بپرسیم و از شما پاسخش رو دریافت بکنیم برای این عزیزان. یکی از مواردی که توی در واقع این هفته اولیا چالش داشتن و از ما پرسیدن راجع به این بود که کودکشون سرپیششون رفته و ازشون پرسیده که من از کجا اومدم و والدین بسیار مضطربن که ما بچه پاسخی به بچه بدیم، چطور باید بهش بگیم، یا به قولی دوره ما نیست که راجع به این که صحبت کنیم که لک لک شما رو میاره و پرنده و اینها. خودشون هم براشون در واقع این داستان خیلی کودکانه است و بچه‌ها این رو نمیپذیرن. ممنون میشم که پاسخ این سوال رو بهمون بدید. چقدر سوال جالبی، چون ما معمولاً با این سوال روبرو میشیم از سمت بچه‌ها و بچه‌ای هم که نمیپرسه نه این که این مسئله توی ذهنش نیست، معمولاً جواب سوال رو از جای دیگه یا میداند یا پیدا کرده. ببینید، در مورد تمام مسائل جنسی وقتی که بچه از ما سوالی میپرسه، اول از همه ما باید بچه‌مون رو تخلیه اطلاعاتی کنیم. تخلیه اطلاعاتی یعنی این که من ازش بپرسم تو چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی که از کجا اومدی؟ تو فکر میکنی چطوری به این دنیا اومدی؟ من اول بدونم که بچه من چه اطلاعاتی راجع به این مسئله داره. وقتی که سطح اطلاعات فرزندم رو پیدا کردم، اونجا براش توضیح میدم. قرار نیست ما هر آنچه که هست رو برای فرزندمون توضیح بدیم، ولی قرار نیست که به او دروغ هم بگیم. ما برای فرزندمون توضیح میدیم که زمانی که پدر مادری میخوان که صاحب فرزند بشن، یک سری آزمایشات انجام میدن، یک سری داروها دریافت میکنن و این باعث میشه که یک دونه‌ای تو دل مامان که وجود داره شروع بکنه به رشد کردن داخل بدن مامان بزرگ بشه، از داخل بدن مادر و اون مواد غذایی که مادر میخوره تغذیه بشه و بعد از این که اون رشد به جایی رسید که دیگه داخل بدن مادر فضای کافی براش نبود، از دکتر کمک میگیرن و اون بچه رو از بدن مادر خارج میکنن. ممکنه که بچه از ما بپرسه که اون دونه چطوری رفت تو بدن مادر. ما برای بچه های کوچیک میگیم اون دونه تو دل مامان بوده. همین اون بچه ها رو قانع میکنه. توی سن نوجوانی که دیگه وقتی بچه بالای 9 سال این سوال رو از شما میپرسه، اون بچه بالای 9 سال اطلاعات کامل رو راجع مسائل جنسی داره، ولی در مورد بچه های کوچیکتر همین سوال و جواب به راحتی اونها رو قانع میکنه. ممکنه بپرسن که چرا پدرها فرزند نمیآورن. ما اینجا براشون توضیح میدیم که یک کیسه‌ای داخل بدن مامانه، بچه تو اون کیسه رشد میکنه مثل کانگوروها و بدن پدرها این کیسه رو نداره. دکتر، بچه ها یک بازی میکنن، از سن کوچیک شروع میشه دکتر بازی، و برای والدین خیلی استرس داره که این اصلا بازی خوبیه، یک نشانه از رشده یا یک نشانه از یک خطره و باید چجوری باش برخورد کنیم؟ خب این خیلی بستگی داره که اون دکتر بازی به چه صورتی انجام میشه. اگر دکتر بازی به صورت وسم سرم کنجکاوی توش نیست که خب ما کاری باهاش نداریم، ولی اگر در بازی دکتر بازی
بچه ها وارد حریم خصوصی همدیگه شدن، لباسشون رو در آوردن و حالا میخوان مثلا آمپولی برای هم تزریق بکنن. ما اونجا کاملا خونسردی خودمون رو حفظ میکنیم، برای بچه ها توضیح میدیم که ما قبلا راجع به قوانین بدن با هم صحبت کردیم، ما اجازه نداریم قسمت خصوصی بدن همدیگر رو ببینیم، اجازه نداریم به قسمت خصوصی بدن همدیگه دست بزنیم. این رو برای هر دو کودک توضیح میدیم و براشون توضیح میدیم که شما اگر دوست دارید دکتر بازی بکنید میتونید با عروسک هاتون این کار رو انجام بدید. و مسئله مهم اینه که خانواده ها باید بدونن که در موقعیت های مختلف و در شرایط مختلف قوانین بدن و قوانین محافظت و مراقبت از بدن رو برای فرزندانشون توضیح بدن. اگر این رو برای فرزندانشون توضیح بدن، مطمئناً خطر در یک همچین بازی هایی هم کاهش پیدا میکنه. خب این قوانین دقیقاً چیا هستن و چه مواردی رو باید بچه ها توضیح بدیم؟ این که بدن منه، کسی اجازه نداره به بدن من دست بزنه، کسی اجازه نداره به قسمت خصوصی بدن من دست بزنه، کسی اجازه نداره قسمت خصوصی بدن من رو ببینه و ما هم اجازه نداریم به بدن کسی دست بزنیم، ما هم اجازه نداریم به قسمت خصوصی بدن کسی دست بزنیم و این که فقط افرادی میتونن به بدن ما دست بزنن که متناسب با اون شرایط نیازه، مثل دکتر، مثل پرستار و پدر و مادر، اون هم تا شرایط سنی که بچه خودش توان مراقبت و محافظت از خودش رو نداره. ما باید توی موقعیت‌های مختلف این رو برای فرزندمون توضیح بدیم و بچه‌مون بدونه که این چه قانونیه که وجود داره و این رو هم بهش بگیم اگر هر کسی در هر جایی میخواست بدن تو رو لمس کنه، به قسمت خصوصی بدن تو دست بزنه، تو میتونی به ما آگاهی بدی، به ما اطلاع بدی و ما مطمئنا از تو محافظت میکنیم. میدونین چی جالبه؟ اینه که من خطر رو تو بچه هایی کمتر دیدم که والدین همیشه بهش این پیغام رو دادن که ما از تو محافظت میکنیم، ما از تو مراقبت میکنیم و ما حرف تو رو میشنویم. اگر من به عنوان یه مامان به بچه‌م این آگاهی رو بدم که ببین من همیشه در کنار تو هستم و من همیشه شنونده تو هستم و تو هر جایی که احساس ناامنی داشتی میتونی با من صحبت بکنی، مطمئناً بچه‌ها بدون ترس و نگرانی میتونن مسائل رو با والدینشون در میون بذارن و خطرات کمتری براشون پیش میاد. یه نکته دیگه ای بگم، ما هر چقدر هم که بچه‌هامون آموزش بدیم ولی باید ازشون غفلت نکنیم. ما وظیفمونه که محافظت بکنیم از بچه‌هامون و مراقبشون باشیم. این بزرگترین اصل برای حال خوب بچه‌هاست. درسته. خانم دکتر، یک موردی که حالا برای خود من پیش اومده توی مدرسه، والدی که بیش از اندازه این آگاهی رو به بچهش مداوم داده که بدن تو حریم خصوصیت و حالا لمس‌های خوب و بد، ولی بیش از اندازه خود اون بچه رو تبدیل کرده بود به یک دانش آموزی که دوست داشت کنجکاوی جنسی روی بقیه بچه‌ها انجام میداد، مداوم دنبال این مسئله بود. انقدر که حالا پیگیری کردیم متوجه شدیم هر روز صبح مادر این رو دوباره تاکید میکنه بهش که داری میری مدرسه، بدن تو به این شکل، که دیگه بچه رو تبدیل کرده بود خودش رو به یک حالا تعارضگر به دیگران. توی این زمینه راهکار چیه؟ تا چه اندازه به بچه‌مون تاکید بکنیم؟ ببینید خانم محمدی عزیز، افراط و تفرید تو هیچ کاری خوب نیستش دیگه. وقتی که من یک موضوع رو مدام به حالت وسواس کنه دارم به بچم توضیح میدم، ذهن و مغز این بچه رو فعال میکنم. ما باید شکارچی لحظات باشیم. من بچه‌م بردم دکتر، آقای خانم دکتر معاینش کرده، بعد بهش میگم که عزیزم دیدی آقای دکتر میتونه بدن تو دست بزنه ولی جای دیگه کسی دیگه این اجازه رو نداره. ولی وقتی که من میخوام مکرر این رو به بچم بگم، صبح بگم، شب بگم، فردا بگم، این باعث میشه که یک حالت وسواس و کنجکاوی برای فرزند من ایجاد میشه. ما باید خیلی مراقب باشیم. تکرار بیش از اندازه مسائل در هر زمینه بچه رو نسبت به اون مسئله کنجکاوتر میکنه. یک مسئله دیگه ای که خیلی مهمه اینه که گاهی اوقات ما اطلاعات ناقص به بچه‌مون میگیم. من به بچه‌م میگم که بدن تو و بقیه فرق داره.
من اینکه چه فرقی داره رو براش توضیح نمیدم. خب یک سوالی توی ذهن بچه میمونه و وقتی که بچه میپرسه که حالا چه فرقی داره، میگم حالا بزرگ میشی میفهمی. یعنی این بچه ها رو سرگردون گذاشتن و اطلاعات ناقص دادن بهشون هم باعث میشه که بچه ها تو یک فضای دیگه و از افراد دیگه دنبال جواب سوالاتشون میگردن. ما سعی کنیم اعتدال رو رعایت کنیم، تو موقعیت‌های مناسب اطلاعات رو بدیم، ولی تاکید بیش از اندازه نداشته باشیم. بسیار عالی. یک مشکلی که حالا ما به شخصه توی خانواده ها دیدیم متاسفانه وجود فردیه که برای در واقع حالا ما میگیم دانش آموز توی مدرسه یا فرزند امن نیست اصلا. نه مادر نه پدر امن نیستن. گاهن دانش آموز با ما صحبت میکنه و اعلام تعرض رو میکنه از طرف حالا اقوام، دوستان، تو جاهای مختلف و ما وقتی ازش میپرسیم خب چرا به مامان یا بابا توی اون جمع نگفتی، اصولاً بچه‌ها ترس از این رو دارن که تنبیه میشدم، با هم برخورد میشده، حرفم رو جدی نمیگرفتن و شاید پیش اومده که حتی اعلام کنه. و این حضور فرد امنه به نظرم خیلی مهمتره که بتونیم جلوی این موارد رو بگیریم. این فرد امنه توی خانواده مادر یا پدر نباشن، شاید ما هیچ کاری توی این زمینه نتونیم بکنیم. ما این رو توی چند تا فیلم حالا سینمایی هم که ساخته شد دیدیم که بچه با این حال که داشت میگفتش که این اتفاق برای من افتاده، کسی اون بچه رو باور نمیکرد. میدونیم چیه؟ مسئله اصلی اینه که خانواده های ما اصلا از بیس تو فرزند پروری ضعف دارن. یعنی وقتی که من به عنوان یک والد بچه رو آوردم تو این دنیا و نمیتونم شنونده این بچه باشم، نمیتونم امن باشم، اون پایه‌ای ترین و اصولی ترین و اصلی ترین ویژگی که باید داشته باشم و نداشته باشم، خب باید این احتمال رو بدم که هر خطری ممکنه بچه من رو تهدید بکنه. اینها باید فرزند پروری یاد بگیرن و من میخوام به والدین بگم حتی اگر احساس میکنین که بچه تو خیال پردازه، ولی حرفش رو دست کم نگیر. و من این رو به جرأت میگم که بیشترین تعارض‌ها داره از سمت محارم اتفاق میفته. بیشترین تعارض‌ها داره تو خونه های خود ما اتفاق میفته، در کنار آدم هایی که ما فکر میکنیم خیلی امن هستن. ما باید از بچه‌مون مراقبت کنیم، شنونده باشیم، بهشون این احساس رو بدیم که من هستم همیشه در کنار تو و بهش این باور رو بدم که تو هر آنچه که بگی من میپذیرم و گوش میکنم. اگر که فضامون رو کنترل کنیم، شنونده فعالی باشیم و این بستر رو برای بچه‌مون فراهم بکنیم که من از تو حمایت میکنم، احتمال این خطرات خیلی کمتر میشه. این والدین باید رو فرزند پروریشون کار بکنن، کتاب بخونن، مطالعه کنن، از همکارهای ما کمک بگیرن. من فکر میکنم که جامعه امروز داره به سمت آگاهی پیش میره. اگر از این رسانه ها کمک بگیرن، مطمئنا خطرات نمیگم کاملا حذف میشه، همه چیز تو کنترل ما نیست، ولی به اون کمترین میزان ممکن کاهش پیدا میکنه. بسیار همالی. به نظرم میتونه پادکست بعدیمون با حضور شما راجع به همین فرد امن بودن در خانواده برای فرزندمون باشه و خیلی مهمه. دقیقا یک کتاب خوبی هم نشر دانژه منتشر کرده، تربیت جنسی از کودکی تا 9 سالگی، با یک همچین محتوایی. فکر میکنم که اگر ما مطالعه رو توی برنامه زندگیمون بذاریم، هم الگوی خوبی برای فرزندانمون میشیم و هم پا به پای نسل جدید بریم رو به جلو، با مسائلشون آشنا بشیم و بدونیم که اگر سوالی براشون پیش اومد بتونیم چطور جواب بدیم. نشر دانژه کتاب تربیت جنسی از تولد تا 9 سالگی کتاب خیلی خوبیه، تهیه بکنید، مطمئناً براتون مؤثر و مثبت خواهد بود. دکتر، خیلی از اولیا با این مشکل مواجه میشن که بچه‌ها به یک باره میرن سمتشون و یک سری سوالات جنسی رو میپرسن، یک سری داده دریافت کردن و والدین توی این شرایط بیشتر سردرگم میشن، نگران میشن، مضطرب میشن و نمیدونن چه کاری باید انجام بدن. در این رابطه نکته هایی هست که به والدین اعلام کنید که چه کاری باید توی این شرایط انجام بدن؟ چقدر سوالتون به جا و درست بود. مسئله اصلی و مهم اینه که اصلا این والدین ما خودشون انقدر که آموزش درستی ندیدن و این مسئله در زمانهای قبل براشون یه تابو بوده، وقتی که همچین مسئله رو میشنون یا باهاش روبرو میشن، اصلا دچار یک بحران بزرگ میشن و فکر میکنن که چه اتفاق عجیب غریبی براشون افتاده. انتظار من از والدین اینه که اطلاعات کسب کنن، مطالعات خودشون رو ببرن بالا، از مشاوران و همکارهای متخصص استفاده بکنن
وقتی با همچین سوالی روبرو میشن سعی کنن اول فرزندشون رو تخلیه اطلاعاتی کنن، زبان بدنشون رو کنترل کنن، استرس رو توی زبان بدن خودشون به فرزندشون منتقل نکنن، فرزندشون رو تخلیه اطلاعاتی کنن. چی شد که تو این سوالو پرسیدی؟ تو از کجا راجع به این مسئله اطلاعات کسب کردی؟ چقدر جالب، دوستات چی گفتن راجع به این مسئله؟ فرزندشون رو وقتی تخلیه اطلاعاتی بکنن متناسب با اون میزانی که اطلاعات داره میتونن بهش پاسخ بدن. اگر آگاهی برای پاسخ دادن ندارن بهش بگن پسرم اجازه بده ما شب راجع به این موضوع صحبت میکنیم. تو این زمانی که برای خودشون ایجاد کردن میتونن از منابع معتبر و مطمئن اطلاعات کسب کنن و تو اون زمان وعده داده شده با فرزندشون راجع به این سوال و این بحران صحبت کنن و بتونن آموزش‌های متناسب رو به فرزندشون ارائه بدن. خانم دکتر عزیز، یکی از رایج‌ترین مشکلات والدین کنجکاوی بچه‌ها نسبت به بدن همدیگه است. ما با این مورد چطور باید برخورد بکنیم و مواجه بشیم؟ ببینیم این کاملا طبیعیه که بچه‌ها تو یک بازه سنی نسبت به بدن همدیگه کنجکاو میشن و میخوان اطلاعاتی رو راجع به ساختار بدن دوستشون داشته باشن. مسئله اصلی اینه که ما تو زمان مناسب و تو سن مناسب بتونیم راجع به ساختار بدن خود فرد و تفاوت‌هاش با جنس مخالف بهش اطلاعات بدیم. این خیلی مهمه که ما تو زمان مناسب تو سن مناسب این آموزش رو بدیم، مخصوصا در مورد فرزندانی که خواهر یا برادر جنس مخالف دارن یا وارد فضاهای اجتماعی مثل مهد کودک میشن. خب بهترین سنی که ما میتونیم این آموزش رو به فرزندمون درباره تفاوت‌های بدنش با بدن دیگران بدیم سن 3 تا 5 سالگیه و وقتی که ما این آموزش رو خودمون بدیم و جلوتر فرزندمون رو آگاه بکنیم اون کنجکاویه مطمئنا کنترل شده تر خواهد بود. خانم دکتر گفتین سن 3 تا 5 سالگی. توی این سن برای خیلی از اولیا این تابوئه که این خیلی زوده برای گفتن این اطلاعات. ما تا چه حد باید توی این سن بچه هامون اطلاعات بدیم؟ دقیقا وقتی که توی کلینیک من هم به خانواده ها میگم سن 3 تا 5 سالگی خیلی براشون عجیبه. ببینید سن 3 سالگی سنیه که بچه دیگه داره وارد اجتماع میشه. این که ما چه اطلاعاتی رو باید به بچه‌مون بدیم درباره تفاوت اندام‌های بدن. ما براش توضیح میدیم که ما چشم داریم، دست داریم، مو داریم، پا داریم و اندام‌های دیگر براش توضیح میدیم و اونجا بهش میگیم که ما اندام‌های خصوصیمون با مثلا پسرها فرق داره. تفاوت این رو میتونیم از طریق یک سری پوسترها یا کتابهایی که وجود داره برای فرزندمون توضیح بدیم. یک کتابی هست همه آن چیز که باید درباره بدن بدانیم، کاملا با پوستر و رسم شکل این رو توضیح داده. ولی ما هر کدوممون یه شناختی هم از فرزندمون داریم. یک بچه‌ای توی 3 سالگی این درک رو داره، تعاملاتی داره و روابطی داره، سنیه که ما میایم بهش اطلاعات میدیم و یک بچه‌ای توی 5 سالگی به این بلوغ میرسه که ما بتونیم این اطلاعات رو بهش بدیم. توی این سن ما فقط درباره تفاوت اندام‌های بدن براش توضیح میدیم و ما بقیه اطلاعات رو متناسب با رشد و سنشون توی سالهای بالاتر در اختیارشون میذاریم. خانم دکتر عزیز، یکی از معضلات بزرگ ما الان فضای مجازیه و توی فضای مجازی که خیلی از بچه‌ها بدون هیچ محدودیتی داخلش میرن خیلی چیزها رو میبینن و والدین وقتی ازشون سوال میپرسن در رابطه با محتواهایی که دیده شده یا اصلا توی گوشی بچه به یک باره میبینن همچین چیزی رو، نمیدونن باید چطور با این مسئله برخورد بکنن و رفتار بکنن. راهنماییمون میکنین؟ ببینید شما در راجع به فضای مجازی صحبت میکنید ولی من اول از همه این مشکل رو تو فضای واقعی دارم. یعنی خود پدر مادرها اول از همه مراقب پوشش خودشون نیستن، مراقب رفتارهای خودشون نیستن، مراقب اون فضای خصوصی خودشون نیستن. اول از همه من خواهش میکنم که این مراقبت ها رو تو دنیای واقعی داشته باشیم، چون اگر ما پیشگیری نکنیم وقتی که این اتفاق میفته واقعا مدیریت کردنش خیلی سخته. یعنی عملا ما نمیتونیم خیلی کمکی بکنیم.
در فضای مجازی هم که باز ما بحث پیشگیری رو داریم، یعنی این فضایی که من در اختیار این بچه گذاشتم تا جای ممکن کنترل شده باشه، تحت نظارت والدین باشه، خیلی به راحتی اجازه استفاده از فیلتر شکن رو نداشته باشن که بتونن حالا به یک همچین محتواهای دسترسی داشته باشن. ولی اگر بچه‌ای با یک همچین اطلاعاتی روبرو شد، ما نمیتونیم بهش بگیم این چیزی که دیدی وجود نداشته. ما متناسب با اون چیزی که دیده باید بهش اطلاعات بدیم و اون چیزی که میتونیم بگیم اگر حالا فیلم دیده متناسب با اون فیلم، اگر تصویر دیده متناسب با اون تصویر، باید بهش بگیم که این چیزیه که وجود داره ولی مال دنیای بزرگتر هاست، مال آدم هاییه که به یک سنی رسیدن، با هم ازدواج کردن و مطمئنا در دنیای بزرگسالی این مسئله‌ایه که وجود داره و ایرادی نداره. ولی خب ببینید داستان اصلی اینه که ما باید مراقبت کنیم که زودتر از اون زمان و تایم مورد نظر بچه‌ها دسترسی به این اطلاعات نداشته باشن، چون وقتی که دسترسی به یک همچین اطلاعاتی پیدا میکنن فضای ذهنیشون درگیر این مسئله میشه، احتمال اینکه با دوستانشون راجع به این مسئله صحبت کنن و داده هاشون رو به اشتراک بذارن وجود داره و خب مطمئنا بچه‌های دیگه هم اطلاعاتی دارن و این باعث میشه که این فضای اطلاعاتی خیلی گسترده‌تر و بزرگتر میشه. من از خانواده ها خواهش میکنم مراقبت بکنید و این مراقبت کردن از خیلی از اتفاقات میتونه جلوگیری کنه. و مسئله دیگه که وجود داره اینه که هیچ کس عمو، خاله، دایی اجازه نداره گوشی دست بچه ما بده. ما نمیدونیم داخل گوشی دیگران چه مسائل و چه محتوایی وجود داره. پدر و مادر تنها کسایی هستن که میتونن به بچه گوشی بدن، اون هم برای استفاده حالا درسی یا استفاده حالا خیلی موردی و کوتاه مدت، اون هم در صورتی که مطمئن باشن که هیچ محتوای نامناسبی داخل گوشیاشون وجود نداره. پیشگیری خیلی میتونه موثرتر باشه. یک مشکلی که هست هم دکتر، خیلی وقتا من والد خیلی حواسم هست به اینجور موارد، گوشی شخصی فرزندم نداره، فیلتر شکن نداره، یا اگر داره مثلا سیم کارت های دانش آموزی داره، تبلت دانش آموزی داره که نت این محتوا اصلا براش باز نشه. اما این محتواها رو در گوشی اقوام در واقع توی مناسبت‌های خانوادگی که دور هم بچه‌ها جمع میشن، خب من نمیتونم فرزند خودم رو جدا کنم. وقتی پیش بچه هاست گوشی دستشونه به اسم بازی، من مداوم دارم چک میکنم، ولی بعدها متوجه میشم تو اون گوشی چیزهای مختلفی هم دیده شده. توی این شرایط چطور باید آگاهی به فرزندم بدم؟ از هر جا که ما صحبت میکنیم دوباره برمیگردیم سر اون فرزند پروریه. بله. ما توی فرزند پروری همیشه میگیم که باید یک سری قوانین داشته باشیم. یکی از قوانین بزرگ و مهمی که من فکر میکنم هر کسی برای خونش باید داشته باشه اینه که ما بازی در اتاق دربسته نداریم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما توی یک مهمونی هستیم، توی یک فضایی هستیم، مثلا چیزی به اسم این که بچه‌ها برن در یک اتاق دربسته جلوی چشم والدین نباشن نداریم. من اگر فرزندی رو به این دنیا آوردم مسئولم که ازش محافظت کنم. پس اول از همه اینه که این قانون رو اجرا میکنم. اگر بچه‌م در کنار پسرعمه، دخترعمه، پسرخاله‌ای داره تایم میگذرونه، کاملا به بهانه‌های مختلف و غیر مستقیم کنترل میکنم که این اتفاق نیفته. اون قانونه میتونه از این اتفاقات جلوگیری کنه. ولی خب اگر دیگه ما اون قانون رو رعایت نکنیم، بچه رو رها کنیم و بعد بگیم چه کنیم، عملا هیچ. مجبوریم متناسب با اون اطلاعاتی که داره بهش اطلاعات بدیم. الان متاسفانه بازی هایی هم که هست و خانواده ها اصلا رعایت نمی کنن. به عنوان مثال بازی GTA که من بارها راجبش با والدین صحبت میکنم که خیلی مسائل خود توی بازی داره آموزش داده میشه. بله. و متاسفانه اصلا رعایت نمیکنن. بچه ها اصلا تو تایمی که داره بازی میکنه، حتی توی حال نشسته کنار مادر پدرش داره این بازی رو میکنه و ما متوجه نیستیم که چه اتفاقی داره توی اون بازی میفته. و متاسفانه با سهلنگاری ما، با عدم پذیرش ما، خیلی وقتا بچه ها این ظرفیت روانیشون پر میشه از یه سری اطلاعات بیش از اندازه
زیاد در زمینه‌ای که اصلا الان مناسبش نیست. من یه سوال راجع به این مورد دارم که شما گفتین توی خونه باید مادر یا پدر از نظر ظاهری و لباس پوشیدن یک سری رعایت‌ها رو بکنن. از چه سنی باید این قضیه پیش بیاد؟ یعنی از 2 سالگی، از 1 سالگی ما باید جلوی فرزندمون حواسمون به پوششمون باشه و حالا حریم خصوصی که داریم رو جدا کنیم از فرزندمون. ببینید مسئله‌ای که هست اینه که ما یک الگو هستیم دیگه. من اگر به فرزندم دارم حریم خصوصی رو آموزش میدم، به عنوان یک والد خودم باید حریم خصوصی رو رعایت کنم. اگر من در حضور فرزندم لباسم رو تعویض بکنم، چطور میخوام به بچم حریم خصوصی رو آموزش بدم؟ من فکر میکنم از همون سن اولیه و ابتدایی ما باید این مسئله رو رعایت کنیم. از اون سنی که بچه رو از پوشک میگیریم، حتی پوشیدن لباس زیر رو تو مکان خصوصی برای بچه‌مون انجام بدیم و از همون سن خودمون پوششمون رو رعایت کنیم، تعویض کردن لباسمون رو رعایت کنیم، چون بچه به سن شناختش میره بالا، آگاهیش میره بالاتر و وقتی من رو به عنوان الگو ببینه یاد میگیره که این قانون هست. حالا ممکنه جای دیگه خلاف این مسئله رو ببینه، خونه خاله‌ای بره ببینه رعایت نمی‌کنن، خونه عمه‌ای بره ببینه رعایت نمی‌کنن. ما میتونیم با اون خانواده‌ها صحبت کنیم و نهایتاً اگر دیدیم نمیتونیم کنترل کنیم، باید روابطمون رو محدود کنیم که از خطرات احتمالی برای فرزندمون جلوگیری کنیم. خانم دکتر خیلی فوق‌العاده بود نکاتی که اعلام کردین. متشکرم از حضورتون. برای نکته پایانی اگر موردی هست ممنون میشم، بفرمایید. خواهش میکنم. ببینیم بحث تربیت جنسی دنیای خیلی گسترده‌ای، متناسب با هر بچه، متناسب با هر جنسیت، متناسب با هر سن، متناسب با هر فرهنگی ما نیاز به یک آموزش خاص خودش رو داریم. من از خانواده ها خواهش میکنم از این مسئله غفلت نکنن، از همکارهای ما کمک بگیرن، مطالعه بکنن که بتونن توی هر زمان و هر سنی اطلاعات مورد نیاز و متناسب با اون سن رو به فرزندشون بدن. و باز هم تاکید میکنم ما هر چقدر که آموزش بدیم، هر چقدر که آگاهی بدیم، ولی اگر از فرزندمون غفلت بکنیم احتمال خطر برای فرزند ما وجود داره. امیدوارم که با بالاتر رفتن آگاهی خانواده ها، با مراقبت بیشترشون، ما بچه های کمتری رو ببینیم که این درد تعرض، تجاوز و دسترسی به اطلاعات جنسی رو با خودشون در طول سالهای زندگیشون حمل میکنن، چون ما روح‌های خسته‌ای رو در این بچه ها میبینیم و آسیب‌هایی که شاید هیچ کسی نتونه اونها رو جبران بکنه و حلشون بکنه. خیلی ممنونم از حضورتون. متشکرم. سلامت باشین. خدا نگهدار.